سلام، من راوی خاموش هستم. تو رو دعوت میکنم به دنیای تاریکی و راز. پس با من همراه شو. در دل کوهی بلند و تاریک نیرویی نهفته بود. نیرویی که سالها در خواب عمیق و سردی فرو رفته بود. اما بیداریش طوفانی از وحشت را به همراه داشت که هیچ کس تاب دیدنش را نداشت. اژدهایی سیاه، غول و آسا و وحشتناک از تاریکی زمین برخاست و با قروشی که آسمان را به لرزه درآورد، شادی و آرامش را از دل مردم ربود. دهکده کوچک زیر آتش خشم اژدها شعله‌ور شد و هر گوشه آن با فریاد و وحشت پر شد. اما در میان این همه تاریکی نوری بود که به سختی می درخشید. پیرزنی دانا، جادوگری که آینده را می دید. او با دلی پر از شجاعت و عصایی جادویی در برابر این هیولای سیاه ایستاد و نبردی آغاز کرد که زمین و زمان را لرزاند. نبردی که سرانجام جان هر دو را گرفت. اما فداکاری او همچنان در دلهای مردم زنده ماند و هشداری بود که هیچگاه خاموش نخواهد شد. اینک پس از گذشت سالها آن سایه تاریک بازگشته است و داستان ما از همین نقطه آغاز می شود. شب سرد و تاریک بود. باد در میان درختان خشکیده زوزه می کشید و ماه نیمه جان از پشت ابرها سرک می کشید. 5 مرد بی صدا و سنگین قدم راه باریک کوه را در پیش گرفته بودند. هرچه به دهانه معدن نزدیکتر می شدند، هوا سردتر و سکوت سنگینتر می شد. یکی از مردان، جوانتر از بقیه، دستهایش را محکم دور بازوهایش پیچید. نفسش لرزید. پاهایش دیگر همان قدرت دقایق پیش را نداشتند. سردش نبود. این لرزش از ترس بود. دلش گواهی بد میداد، اما زبانش یاری نمی کرد تا چیزی بگوید، تا اینکه سرانجام نجوا کنان گفت: ما واقعا مطمئنیم اینجا امنه؟ اگه چیزی، یه موجود، مثلا یه اژدها هنوز اون تو خوابیده باشه چی؟ مردی با سبیل‌های خاکستری ایستاد، برگشت و خندید. او که سالها در بازار قصه ها را به تمسخر گرفته بود، با صدایی پر از بی‌اعتنایی گفت: نترس پسر، 10 سال پیش اون اژدها با اون پیرزن دیوونه نابود شدم. مگه یادت نیست؟ خودشونو تو دل آتیش انداختن. اینا فقط افسانه است. حالا بیا، قبل از طلوع باید داخل معدن باشیم. مرد ترسان سرش را پایین انداخت و دوباره قدم برداشت. اما سایه‌ای در دل کوه انگار نفس می‌کشید. صدای چکش در دل کوه پیچید. ضربه‌ای محکم به سنگی فراموش شده و بعد دومین ضربه و سومین. با هر ضربه گویی چیزی در عمق تاریکی بیدار می‌شد. چیزی که سالها به زور جادو در دل کوه به خواب رفته بود. گرد و خاک از شکاف سنگ بلند شد. بویی تلخ و فلزی مثل نفس کهنه زمان از میان شکاف به بیرون خزید. دیوار سنگی معدن با صدایی عمیق و ترک خورده شکست. تکه سنگ‌ها فرو ریختند و دهانه معدن پس از 10 سال خاموشی دوباره دهان باز کرد. هنوز لایک نکردی؟ حواسم بهت هست. اگه این کارو نکنی من دوباره میام و این بار
دیگه نمیتونی فرار کنی. حالا بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سنگ‌ها با صدای خفه فرو ریختند و دهانه معدن بعد از سالها خاموشی دوباره دهان گشود. اما نه با فریاد و شعله، نه با زلزله و انفجار، بلکه آرام، مرموز و خطرناکتر از هر صدای بلندی. مردها یکی یکی به دهانه نزدیک شدند. چراغ نفتی کوچکی را روشن کردند و نور زرد و لرزان آن بر دیوارهای سیاه و خاک گرفته معدن افتاد. هوای داخل سنگین و خفه بود، مثل اتاقی که سالها نفس نکشیده باشد. یکی از مردها جلو رفت، دستی به سنگها کشید و آرام گفت: خشکه، ولی انگار چیزی اینجا نفس میکشه. دیگری گفت: تو زیادی قصه شنیدی، پاشو بریم تو، گنج منتظر نمیمونه. همین که قدم در تاریکی گذاشتند، نسیمی سرد، نمناک و بی روح از اعماق معدن به صورتشان خورد. نه آنقدر قوی که زمین بلرزد، اما آنقدر زنده که دل یکی از آنها را از جا کند. اما آنها ادامه دادند، بی خبر از اینکه با هر قدم دروازه‌ای پنهان را باز می کردند. دروازه‌ای رو به تاریکی و بیداری چیزی که سالها پیش با جان زنی خاموش شده بود. سکوت کوهستان بازگشت، اما آن شب شبی خاموش نبود. نه، برای همیشه. همان شب، در همان لحظه‌ای که معدن دهان گشود و باد سردی از دل کوه برخاست، در آن سوی دهکده، در خانه‌ای ساده با دیوارهای از سنگ و چوب، مردی در خواب فرو رفته بود. مردی با چهره‌ای خسته و گذشته‌ای سنگین. او پسر همان پیرزن بود، جادوگر دانا، قهرمان فراموش شده‌ای که جانش را برای دهکده داد. نفسهایش آرام بود، اما ذهنش ناآرام. و درست همان لحظه صدای آرام و آشنا در تاریکی خواب زمزمه کرد: پسرم، وقتش رسیده. او پلک گشود، اما نه در اتاق خود، بلکه در جهانی مه‌آلود، خاکستری، جای میان خواب و حقیقت. و آنجا مادرش ایستاده بود، با همان ردای بلند، چشمانش آرام، اما صدایش سنگین تر از همیشه بود. 10 سال گذشت پسرم، اما آنچه در کوه دفن شد هنوز تمام نشده. معدن دوباره گشوده شده و فرزندان تاریکی چشم گشوده هند. مرد ناباور و مضطرب زمزمه کرد: اما تو رفتی، تو مردی، اژدها مرد. مادر آرام گفت: نه، فقط تنها مادرشون، اما فرزندانش هنوز زنده‌اند و اگر جلویشان را نگیری، آنچه از دهکده مانده خاکستر خواهد شد. او لرزید، صدایش شکست: من نمیتونم، من جادوگر نیستم. پیرزن نزدیک شد، دستش را روی سینه پسرش گذاشت: تو از منی و قدرت در درون توست. عصای من هنوز در دهانه کوه باقی است. برو پیش از آن که خیلی دیر شود. و همان لحظه همه چیز محو شد. مه از میان رفت و پسر با قلبی پر از آشوب از خواب پرید. عرق بر پیشانیش نشسته بود، اما دیگر خواب نبود، بلکه آغاز بیداری بود. یه لحظه صبر کن ببینم.
من از تاریکی دارم نگاهت میکنم. فقط لایک و سابسکرایب کن تا خطری تهدیدت نکنه.